این ویدیو که یکی از درمانجوها فرستاده، میخوام نشونه های اولیه مشکلات کبد رو بهتون نشون بدم که شاید تو هیچ آزمایشی هم اینا نشون داده نشه. یه ویدیو برامون فرستاده یکی از درمانجوهامون، میخوایم این ویدیو رو با هم ببینیم. یکم اگه کیفیت این ویدیو یه مقدار پایینه، به خاطر اینکه من مجبورم رو سیستم براتون ویدیو ضبط کنم که بتونم این ویدیوی هموطنمون رو بهتون نشون بدم، ولی اصل رسوندن مطلبی که خیلی مهمتره. ببینید این هموطنمون ویدیو رو برامون فرستاده، من بزرگش کنم. خب ببینید این ور پا تقریبا سفیده و رنگ عادی خودش رو داره، خب ولی اون ور پا یه تیکه کامل تیرگی دیده میشه. ببینید رو اون پاش کامل خالخاله. این تیکه سیاه رو میبینید که حالت یه سیاهی و انگار یه سوراخ خیلی کوچیک. این کم کم تو گرید های بالاتر تبدیل میشه به زخم و اگه شما روی بدنتون، روی پوستتون یه همچین لکه هایی دارید، یه همچین تیرگی هایی دارید، خیلی وقتا حالا همین درمانجومون چون ما نمیتونستیم تصویرش رو نشون بدیم، رو صورتش هم کامل تیرگی دیده میشه و اگه پوست صورت توی مقدار تیره شده و روی بدنتون، روی پاهاتون لکه های تیره میبینید، 100% مطمئن باشید که کبدتون درگیره. جالب اینجاست که همین درمانجوی ما تو آزمایشایی که داده هیچ چیز منفی تو آزمایشاش نبوده و کبدش رو کامل سالم زده، ولی ظاهر بدن ایشون نشون میده که کبد ایشون درگیره و باید سریع اقدام کنه. و یکی از عواملی که یک کم که جلوتر میری اونم خودشون نشون میده اینه که پاها یه مقدار ورم میکنه. ببینید الان دقیقاً ورم پا رو شما دیدید. کلا پای راستشون خیلی کمتر درگیره، هم لکاش کمتره هم ورم نداره، ولی پای چپشون خب بیشتر درگیره. این ویدیو رو براتون آوردم که بتونید قبل از اینکه مشکلات کبدی متاسفانه به خاطر شرایط تغذیه صنعتی توی کشور ما 40% 50% مردم درگیر مشکلات کبدی هستند. حالا یا خیلی کمه براشون مشکلی ایجاد نمیکنه، یا تازه اوایلشه، یا اینکه حالا دیگه رسیده به گرید 1 و 2 و 3 و مشکلات حادتر. و این ویدیو رو حتما بفرستید برای دوستان، برای آشنایاتون، نه اگه بخوایم ویدیوی ما رو وایرال بشه، اینو حتما بفرستید، چون خیلیا تو این مرحله اگه بتونن پیشگیری کنن دیگه به مراحل بعدی نمیرسه و مشکلات عدیده دیگه براشون پیش نمیاد. اگرم احساس میکنید که شما هم درگیر این مشکل هستید، میتونید عدد 1 رو توی حالا دایرکت یا زیر همین پست برامون بفرستید تا بهتون بگم باید چیکار کنید. امیدوارم این مطلب به دردتون خورده باشه. اگه عضو پیج یا کانال ما نیستید حتما کانال ما رو دنبال کنید، چون مطالبی که میذاریم مطمئنا به دردتون میخوره.